قرض میشه یک رودا میتونه به قصبش بده. مقصد زندگی شرطش سوزه یخیلش میبرن یخیلش به قرض نمیتونه. قرض نگیری کار میکنی مقصد کار کردن در کاره چی کم میشه؟ نه خیلی فرق نداره هم کم میشه کاری میکنی قرض نمیگیری کار میکنی. زندگی هم خیلی لازمه که به قرض نمیشه. زندگیم در زندگی قرض میشه که ایبان قرض نیست. ایبان قرض نگیرده. خیلی سوار یکون چیز میکنی. زندگی بعضی وقت خرج میکنی بعضی وقت با کار میکنی با سنویش میکنی شد. یکی مخفیه مثلا هر روزا میره میگی رفیقایی که هم کار میکنی ساختمانچی ای بانکو اگر کارش میگیری تا 5 تا روز درود میرسه. شغلانه بچه ها البته شغلانه بچه ها خیلی کار میکنن بیارن بخره همین خیلی شغل و امر خدا قرضا میسیم 100%. در کارم نشیده و در کارم شوه خیلی پسندم که میارم. گوش کن من شخص هستم یکون کس قرضدار نیستم. فهمیدی؟ به خبز نمیدستم خدا رو شکر. خدا من یکون کس قرضدار نیستم. شکر همین چند خیال خداوند رو داشت. فهمیدی؟ اما وقت چکارده و سوندستم بکر. او قرض بکنم ماشین میگیره یکون چی دیگه میگیره فرازده میگیره. بعد ماشین در کردم روز خروج سلامتی میگیرم. و باشته بودم چه؟ مثلا اگر اگر 20 میلیون کلون باز فرستاد روز اگر میکنی این کار بالا ایشا بالا خوردن خدا را شکر معاش خیلی میرسونیم. فهمیدی؟ نه به خاطر کش نمیرم. اگه مشکلی دارن که او قرض میگیرن. این زندگیه که یک قرض نمیشه. همین که جای میره پول نداری مگر قرض بگیری. اوه ما خیلی گرفتگی است مکبله انسان به قرض نمیشه در حیات میشد که گفتی اون مطلب که میگه که 100 اسباب با یک اسباب زور میشد همین خیلی مطلب بودن که میشد بعضی حالاتایی که انسان احتیاج داره یگون کاری ضرور داره موقتا انسان کارتا بود چه خیلی تمام بانک ها مثال هستن شرایط خوب خدی میگیرم البته پرابلم نیست یگون مشکلی نیست در مثلا راستی من اگه برفایزشون انترسواد نکردم هنگامی ضرور بودنم گرفتم تا که مقصد کاری ضروری من بود مقصد دیدی که مقصد کمتر شرط لزیم شد وزنین کشید از بانک برای هم قرضگیری انسان ایده باید بانک قرضم گیر میشه مشکل نیست اوسانا